خدمات علاقه کشور در یکجایی با شرکت‌های موبیلی در دایره سفری رسانه‌ای یک گروه روزنامه‌نگاران را به ولایت سوخت برد. در این سفر ژورنالیستان با فعالیت مرکزهای خدمت رسانی، پایگاه‌های موج پهن کننده، اداره‌های ولایتی شرکت‌های موبیلی و مکان‌های تاریخی و سیاحی شهرهای پنجکند، استرافشند و خوجند دیدن کردند. این سفر از 26 تا 28 ایون ادامه یافت. اول روزنامه‌نگاران از دستاوردهای شرکت‌های موبیلی در شهر پنجکند دیدن کردند. در این شهر برای تامین مردم با اینترنت بلند سرعت بازارهای موج تقسیم کننده نصب شده است. از این تجهیزات ما زیاده از 1000 نفر مردم، خلق، مشتریان اینترنت استفاده و تلفن استفاده برده میتونند. این موج‌های ما تا 15-20 کیلومتر موج میرسانند. گرادوس بورات 65 گرادوسه 3 направление هست. همچنین از دفتر کاری و رفت فعالیت ایستگاه‌های بازاری شرکت مگافون تاجیکستان، زد موبایل، تیسل و واویلون موبایل در مرکزهای شهر نیز دیدن نمودند. ژورنالیستان در شهر خوجند از یگانه پایگاه موج تقسیم کننده 5G که به شرکت زد موبایل تعلق دارد دیدن کردند. خصلت‌های 5G از 4G 3G در اون میباشد که نسبت به نسل 4G و 3G بسیارتر مشتریان رو خدمت رسانی کرده میتواند و سرعت تامین کنی این تجهیزات بلندتر است. دفتر کاری شرکت مگافون تاجیکستان در مرکز شهر نقطه دیگری بازدید روزنامه‌نگاران بود. شرکت مگافون تاجیکستان همساله به رشد علاقه تاجیکستان اهمیت جدی داده و امسال در عین زمان زیاده از 25 پایگاه بازاوی ما نصب کردیم تا سال آخر باز با 20 دیگر به استفاده داده می شوند. روزنامه‌نگاران اینچنین به مرکز تماس شرکت تیسل که با مشتریان در تمام کشور خدمت می‌رسانند نیز وارد شدند. اینجا نمایندگان شرکت در 3 بست و به طور شبانه روزی به مشکل مشتریان رسیدگی می‌کنند. کال سنتر هر روز مشکلات مشتری‌ها رو برطرف می‌کنند، خدمت رسانی رو پیشنهاد می‌کنند و غیر از این شرکت با وارد کردن تکنولوژی искусственный интеллект پیشبری کرده است و خدمت رسانی‌ها روز به روز بهتر شده است. باید گفت که هدف از برگزاری این سفر شناس شدن به فعالیت شرکت‌های موبیلی و مکان‌های سیاحی و موضع‌های تاریخی ولایت سوخت بود. امام علی سیدزاد، آسیا پلوس.